هممون میدونیم گرفتن سی پی بدون ایونت یا ساپلای پس کلا به صرفه نیست. درست ریختن سی پی کلا نمیصرفه، ولی این دیگه کاملا معلومه به صرفه نیست. ما امروز میخوام بهتون در مورد ساپلای پس توضیح بدیم. پس سلام، خوش اومدی به این ویدیو. بریم مثلا بدون هیچ معادلت چی دارم بگم، بریم بهتون توضیح بدم که ساپلای پس چیه. کلا ساپلای پس یه دونه هفتگی داره، یه دونه ماهانه، که قبل از هر چیز بذارید در مورد قیمتشون توضیح بدم. الان یکیش 99 سنت هفتگیش، اون یکی $3.99 سنته. حالا بخوایم ببینیم همین پولو اگه بخوایم بریم سی پی بگیریم چقدر میشه. سی پی 99 سنت با 80 تا سی پی میشه گرفت و $3.99 سنت هم اصلا نداره، $4.99 سنت داره که 420 تا سی پیه. ولی همینجا میتونید ببینید که ماهانش $1 از اون پول کمتر میدی و همونقدر سی پی رو میتونی بگیری. همونقدر سی پی هم میتونی بگیری و هفتگیش هم که آره همونه دیگه، هفتگیش هم فقط به جای 80 تا سی پی 95 تا میگیرید و بعدش کلی جایزه دیگه هم داره. بریم از هفتگی شروع کنیم. ساپلای پس هفتگی. چرا رو بای دادم وایسید به مشکل خب ساپلای پس هفتگی یعنی این که کلا توی هفته است دیگه، این که معلومه کلا یعنی توی یه هفته شما باید پشت سر هم لاگین کنید تو بازی، یعنی برید تو بازی تو همین اکانتتون و بعد هر روز به شما یه سری جایزه میده. و این موضوع خیلی مهمه بدونید که مثلا نمیشه شما شنبه میری بعد یک شنبه نمیری تو بازی، مثلا شنبه میری جایزه اولین روزتو میگیری، بعد یک شنبه نمیری میگی که حتما شاید دوشنبه برم بهم بده، ولی شما دوشنبه برید دوباره براتون اولین روز حساب میشه. یعنی که شما باید پشت سر هم برید، مثلا شنبه برید جایزه اول، یک شنبه برید جایزه دوم، دوشنبه برید جایزه سوم و همینطور به ترتیب. و کلا این ربطی به روز نداره، من کلا یه مثال زدم. اولین روز همون موقع که بخرید فکر کنم بهتون 40 تا سی پی بده با یه دونه از این کوپن‌های برنز. دومین روز 10 تا سی پی میده با یه دونه برنز. سومین روز هم کلا دیگه تا روز هفتم بهتون 10 تا سی پی میده به جز روز ششم بهتون 5 تا سی پی میده. و جایزه هاشون هم که تا از روز سوم و چهارم از این سیلور کوپوناست. اینم من نمیدونم چیه، بتل پس تایر کریت نمیدونم چیه دقیقاً، فکر کنم یه تایر رو براتون رد میکنه، نمیدونم دقیقاً چیه. یه دونه اینا بهتون میده. روز هفتم و ششم هم بهتون 2 تا کوپون طلایی میده. حالا ساپلای پس ماهانه دیگه این واقعا به صرف پس اگه صبرشو دارید، چون که ساپلای پس ماهانه یه ماه طول میکشه تا 420 تا سی پی رو بهتون بده، تازه اونم اگه هر روز پشت سر هم لاگین کنید. ولی بخواید بگیرید عادیشو همون موقع بهتون میده، ولی به نظر من اگه صبرشو دارید واقعا به صرفه تره که همین ساپلای پس رو بگیرید، چون در کنارش کلی جایزه داره و تازه از عادیش هم ارزون تره. خب بریم ببینیم. روز اول 160 تا میده و از سی پی و روز دوم تا روز 11 هم به تو پشت سر هم 10 تا سی پی میده. جایزه روز اول هم یه دونه از این کوپونا فکر کنم برای چیه، ببینم چیه، از این کوپونا برای لاکی باکسه. یعنی یه سی پی میزنی یه دونه به جای اون چند تا سی پی، مثلا 4 تا سی پیه شما با یه سی پی میتونید یه گردونه‌شو بزنید. این هم یه سی پیه برای گردونه هاست که با یه سی پی میتونید به جای 10 تا بزنید. اینم که این و بعدش روز سوم تا ششم هم بهتون پشت سر هم برنز میده، کوپون برنز. روز هفتم هم بهتون سیلور میده. روز هشتم هم بهتون کوپون طلایی میده، دوباره از اینا میده. روز نهم نمیدونم چیه، روز دهم هم تا 12 دوباره بهتون کوپون برنز میده. و حالا سی پی های روز 12 به بعد، روز 12 تا 14 پشت سر هم به شما 20 تا سی پی میده. و حالا از اینت بخوام همه جایزه‌اشون رو بگم ویدیو خیلی طولانی میشه دیگه، بقیه‌اش هم میتونید ببینید چون همینجا ویدیو طولانی که نشده، ولی خب با این حال بازم وقتتون گرفته میشه. خودتون میتونید ببینید جایزه ها رو و
ببینید میصرفه یا نمیصرفه. قضاوت رو میذارم با خودتون. از نظر من که میصرفه دیگه، ولی اگه آدم با صبری نیستین، میدونید که سی پی همون موقع میاد دستتون و خرج میکنید، شاید نصرفه، که به نظر من بازم میصرفه. چون $1 مثلا شما بخواید 420 سی پی رو بگیری، 420 سی پی خودش $4.99 و این $1 ارزون تره و $1 هم تو ایران که الان فکر کنم 80 تومن 90 تومن نمیدونم. و امیدوارم تو این ویدیو کمکتون کرده باشم. اگه سوالی در مورد ساپلای پس داشتید میتونید تو کامنتات ازم بپرسید، همونجا جوابتون رو میدم، یا اگه سوال زیاد باشه ویدیو مختصر در موردش میسازم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.